یعنی عموما بین مثلا یعنی رسول صلی الله علیه و سلم میگه که النساء شقائق الرجال، یعنی زنها یعنی شقیق مثلا یک ایگز میگم چی میگم، یعنی وقتی که میگه که مانند، یعنی زن مثل مرد، یعنی هیچ خیلی فرقش نیست. یعنی الا همین چیزهایی که شریعت مثلا چیکار کرده که بین اینا فرق کنندگی میگم، فرق کنندگی مثل نمازنده هیچ خیلی فرق نمیده که نمازنده هیچ چیزی فرق نمیده که الا مسئله ستر عورت، زن باید که تمام اعضای بدنش چه غیر از رویش و دستش دیگه همه جاش پشت باشد. اما دیگه مثلا نمازها دیگه واجبات و ارکان مثلا نمازنده یک خیل میشد، رکوع، سجود، جلسه همش مثلا چی میشد، قیامنده، دست موندننده، دست برداشتن همش مرد و زن یک خیل. اما یگونه مثلا مسئله سجود نمیگن که زن باید که مثلا دستاش جفت کرده خودش مثلا زن با جفت کرده چی کنه. این حدیث مرسل زهری آمده که این ضعیف، یعنی چه خیلی که مرد سجده میکند زن هم خیلی سجده میکند، هیچ خیلی فرق نی بین اینا.